درود دوستان، این داستان ما هست دنیای درون حوض. روزگاری اون قدیم ندیم ها توی روستای کوچیک دور افتاده حسنی بود و مادر بزرگ پیرش. حسنی چون پدر مادرش رو توی تصادف از دست داده بود با مادر بزرگی زندگی میکرد. خونهشون خیلی بزرگ بود، یه حیاط خیلی بزرگ داشت با یه حوض نسبتاً بزرگ وسطش با کلی ماهی رنگارنگ توش. حسنی ظهرها که از مدرسه می اومد بدو لباسشو میکند و سریع میپرید تو حوض. حسنی وقتی کلهشو میکرد زیر آب میرفت توی دنیای دیگه، یه دنیای ساکت و آروم، یه دنیایی که خودش بود و کلی ماهی رنگ و حاله های نوری که از پنجره سطح آب میافتاد کف استخر. مادر بزرگ حسنی به علت کهولت سن و اینکه پاش هم درد میکرد تا ظهر میخوابید. حسنی این فرصت رو غنیمت میشمرد و کلی تو دنیای خودش ماجراجویی میکرد، با ماهی ها شنا میکرد، حباب درست میکرد با بینی زیر آب، کف استخر دراز میکشید و غیره. دوستان این غیره هایی که میگم شما باید پرش کنید با خلاقیتتون، با اون تفکر زیبایی که دارین. من فقط نویسنده نیستم، شما هم در این داستان دخیلین. شما توی کامنت ها لطفاً غیره هایی که میگم رو پر کنید. حسنی ما انقدر دنیای زیر آب و دوست داشت که همیشه به همه میگفت من میخوام یه روزی ماهی بشم. هیچی اونو جدی نمیگرفت، دوستاش مسخرش میکردن، چون که تو دوره‌ای که حسنی میخواست یه ماهی بشه همه بچه ها یا میخواستن دکتر بشن یا میخواستن مهندس بشن، اونم به خاطر تشویق معلم ها و پدر مادرها، نه لزوما علاقه خودشون. ولی مادر بزرگ حسنی به اون میگفت ننه جون، کاری رو انجام بده که دوستش داری، اینطوری میتونی آدم مفیدتری در جامعه باشی، چون که علاقه تو به کارت باعث میشه که کارتو درست انجام بدی و میتونی فرد مفیدی برای جامعت باشی. وقتایی که حسنی میرفت زیر آب خیلی نمیتونست نفسشو نگه داره، نفس کم می آورد، خیلی نمیتونست دووم بیاره زیر آب. یه روز یه فکری به سرش زد، گفت میرم یه نی میارم، وقتی میرم زیر آب این نی رو میکنم تو دهنم، میتونم نفس بکشم با این نی رو آورد رفت زیر آب و دید نه نمیشه، با یه نی نمیشه این کار رو کرد. همون موقع گفت یه نی هوا نداره. این حرف رو بر اساس حرف معلمی زده بود که میگفت بچه ها یه دست صدا نداره. درست حسنی درسش خوب نبود اما بچه بسیار باهوشی بود. درسش هم برای این خوب نبود که دوست نداشت، حوض رو دوست داشت، آب رو دوست داشت و ماهیای درون آب رو. گفت آهان حالا باید چند تا نی بیارم و امتحان کنم. رفت 10 تا نی آورد، گذاشت تو دهنش، رفت زیر آب، دید دوم آورد زیر آب، هوا میتونست بره و بیاد. دنیای حسنی از همون موقع با بچهای دیگه فرق داشت. طی زمان بهترین دوستای حسنی شده بودن ماهیای حوض مادر بزرگش. حسنی با خودش فکر میکرد اگه ماهیا با این بالای کوچیکشون میتونن انقدر سریع شنا کنن، پس ما انسان ها میتونیم باله داشته باشیم. یه ایده به ذهنش رسید و خواست باله های انسانی درست کنه. درسته که هیچکی حسنی رو جایی حساب نمی کرد، شوخیش می گرفتن، جدی نمی گرفتن خودش و ایده هاشو، اما حسنی همیشه به ایده ها خودش باور داشت و اونا رو عملی می کرد.
زمان گذشت و گذشت. حسنی بعدها یه سری انسان به نام غواص توی روزنامه ها دید که این ایده توی خارج از کشور، خارج از ایران عملی شده، اما بدون باله های انسانی. حسنی وقتی بزرگتر شد این باله های انسانی رو ساخت و تبدیل به اولین غواص ایرانی شد. حسنی بعدها از حوض کوچیک مادر بزرگش به اقیانوس ها رفت و ماهی که در درون حوض بود به دنیای بزرگتری به نام اقیانوس رفت. حسنی اونجایی که رفت ایده دیگه ای داد و محفظه اکسیژنی رو درست کرد که بتونه مثل یک ماهی آبشش داشته باشه و زیر آب نفس بکشه. درسته که حسنی رو هیچکی جدی نمیگرفت، ایده هاشو خودشو، اما حسنی همیشه به ایده ها خودش ایمان داشت، خودش به خودش ایمان داشت، بقیه براش مهم نبودن. پس رفیق تو هم حسنی قصه خودت باش و تبدیل بشو به اون چیزی که میخوای و نذار هیچکی مانعت بشه. تا داستانی دیگر، بدرود.